مهاجران در روسیه لحظه تعقیب و اذیت مهاجران توجک از جانب افراد مسلح نقابدار را ثبت کردند. در نواری که دسترس رادیو آزادی شد و به گفته مؤلفانش آن در شهر بلشیخ در کنار مسکو روز 26 ایول سال 2023 ثبت شده است. دو نقابدار مهاجران توجک را بازداشت و فرمان به زمین خوابیدن می‌دهند. در دست یک سلو دیده می شود. مهاجرانی که این نوار را به رادیو آزادی فرستاده گفتند چند هفته اخیر شیوه آزار و اذیت مهاجران تغییر کرده است و از جانب افراد نقابدار که لباس ملکی دارند ولی احتمالاً کارمندان مقامات انتظامی روسیه هستند تعقیب می شوند. سبب هنگام شکار مهاجران برای نقاب کشیدن آنها معلوم نیست. در این نوار دیده می شود که پس از چند لحظه کارمندان آمان یا دسته تعینات مخصوص روسیه حاضر می شوند و مهاجران را بازداشت می کنند. نادر یک تن از مهاجرانی که شاید این لحظه بوده است در صحبت به رادیو آزادی گفت نزدیک به 20 مهاجر را از نزد محله یکم می و بلشیخ مسکو بازداشت شده به سمت نامعلوم برده شدند. یکم نقابداران فرامده مهاجران را فرمان به زمین خوابیدن دادند و بعدا زنگ زدند و یک اتوبوس پلیس با کارمندان آمان آمد. با تحقیر و دست به پشت آنها را به اتوبوس بار کرده بردند. گفت او مقامات روسیه این بازداشت ها را شرح ندادند. روز 27 ایول در سفارت تاجیکستان در مسکو گفتند که در بلشیخ تنها 3 مهاجر تاجیک بازداشت شده است و پس از تفتیش سندهایشان رها شدند. مسئولان سفارت گفتند که اطلاع را از پلیس دسترس کردند. در 3 ماه اخیر فشار و اذیت مهاجران کره تاجیک که حدود 1.5 میلیون نفر را تشکیل می‌دهند در روسیه افزایش یافته است. مقامات تاجیک از همتایان خود طلب دارند که با مهاجران قانونی رفتار کنند. به نظر می‌رسد که برخورد مقامات روس در قبال مهاجران تاجیک در گوشه و کنار روسیه تغییر نکرده است. مقامات روسیه بازداشت دست جمعی مهاجران را از قبل مقامات تفتیش حضور قانونی بود و باش مهاجران می‌نامند.